توی این ویدیو میخوایم بریم و ماینکرافت بازی کنیم که آیا زنده میمونیم یا نه. Uma noite convocou, talvez cê tá com o popô. Uma noite convocou, talvez cê tá com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. Uma noite convocou. خب بچه ها داریم وارد سرور میشیم و داره همه چی خوب میشه. خب او ما چه جایی اسپان شدیم؟ خوبه، جای بدی نیست. بذار ما بیایم اینجا سری چوب بکنیم. بچه اگر از این ویدیو خواستی حتما توی کامنت ها بدین که ما پارت 2 هم بذاریم. بچه ها من اون موقعی که من دوستم ویدیو بگیرم OBS هم مشکل خورده، مجبورم از شیر اسکرین ریکورد استفاده کنم. خیلی خوب چوب زیاد میکنیم چون دنیا داره خط و خل بشه و هوا داره شب میشه. بچه ما هدف از این ویدیو این نیست که بریم کار اول دراگون بکشیم. هدف ما اینه که با این آیتم هایی که داریم جمع میکنیم بریم شاید یه چیز خوب ساختیم، یه چیز فوق‌العاده قشنگ. واسه همین ما داریم اینجوری انجام میدیم که یکم خودمون رو به چالش بکشونیم. خیلی خوب چوبا رو کندم و بریم یکم برتر تا ما چیزا رو جمع کنیم. بذار من بیشترشون رو بکنم چون با عنوان زغال میشه استفاده کرد، یه نیاز نیست به چوبا اون هدر بدیم. خب بیاریم یه دوتا بده. کرافتی تیبل ساخت. نه میخوام حال حس، نمیخوام سسپک بذارم، بذار حال حس خوبی باشه. خب میایم همشونو چوب 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 کنیم، وارد اینجا کنیم یه مقدار. برداریم خب یه پیککس چوبی بسازیم. پیککسمون رو ساختیم. شمشیر هم ساختیم. پیککس شمشیر تبرم اضافه کنیم اینجا. سریع‌تر عجله کنیم تو قبل از اینکه شب بشه. موزیم بالا. خب بریم اینو درست کنیم. شمشیرمون رو بزنیم تو اینجا. پیکسه اینجا. خب بریم یکم غذا جور کنیم و بریم سنگ بکنیم. حالا سنگ که کاری نداره پیدا میکنیم، حالا باید اول گوشت پیدا کنیم. دنبال مرغ و اینا باشیم. یه صدای مرغ اومده بود یادم رفت اینا رو بکشم. باید سریعتر عجله کنیم تا قبل از اینکه شب شه. شاید تونستیم ویلیج پیدا کنیم. اگر نه ویلیج پیدا کنیم خوبه. بد باید نمیتونم بد بزنم، هم بدشون خوبه هم گوشتشون. یه دونه اینجاست. یکی خب 3 تا. یه
بت بسازیم. بس ای اشتباه گذاشتم. یه بت ساختیم. خوبه برو جلو. این سنگو به در نمیخورم. شاید به در بخورم، من استفاده نمیکنم. خب اینجا که درخت قار ممکنه اونجا نمی باشه، واسه همین نمیگم انمی، میگم ماب باشه، واسه همین بریم یکم عقب‌تر. اینجا یه پیککسه، از پیککسمون نه خاک نمیخوام، یکم سنگ بکنیم، نیاز به سنگ. خب اینجا اینجا بدمون میذاریم، اینجا چستمون میذاریم. خب حالا یه دونه اینجا نیاکا خب من چوبا اینجا جمع میکنم. پیککس سنگی یه ذره از این بر میدارم. زغال این زغال رو اینا رو آماده کردیم. خب حالا ما اینجا یه دونه از اینا میذاریم، یه دونه پخت و پس میکنیم چون خیلی گشنمونه. یه شمشیر چوبی بس شمشیر سنگی میگم، یه چیزی اینجا کم داره، بس همین یه چست سازیم اینجا اینا که لازم نداریم و موقعی که میخوایم ریسپان بشیم راستی ریسپان شد اینجا ریسپان میشیم. خب اینجا چوبمون رو میریم اینجا همین رو یکی میکنیم. غذا آماده است. خوبه. خیلی خوبه. بنزه کافی اینجا داریم. خب میایم همه از خاک استفاده میکنیم. اینو بزنم که بدونم جاش کجاست و تو اینجا سنگ بزنم که علامت رو بفهم. خیلی خوب. خوب بکشیم. خوبه. یک گوشتای خوبی داد. چند این گوشت خود شبیه سیب زمینیه. با خدا این شبیه سیب زمینیه. خب اینا رو آماده کردیم. بچه ها ببین ما چه فعلا هنوز یکم پیشرفت کردیم، ولی اگر خدا بخواد شاید تونستیم زره اون آیرونی کنیم و تونستیم که ویلیج هم پیدا کنیم. خب اینجا که نیست آینشش اینجا خونم گذاشتم. این از اینا بذارم که یادم نره.
خوبه. زر همایلونیه و زر همایلونی نیست ولی باید سریع عجله کنم برم سمت اونجا. حاجی فعلا هیچ خبر نیست ولی برش کن، چون من نمیتونم ریسک کنم برم اونجا. باید سریع تر اینجا رو ترک کنیم تا بتونیم بریم. حاجی زومبی رو نگاه. ای تو نگاه. بودو حاجی کشتنش. ایلومیناتی کشتنی هم بهم داد. خیلی خوب. عنکبوت میاد. ببین من تو به چه دور. وای حاجی بودو داره میاد. بودو زود کجاست؟ اینجا زومبی زیاده معلومه حاجی. با سریعتر از اینجا بریم. صدای مردنشون دارم میشنم. اینجا بودن. با سریعتر یه تبر برد میخوره. باید سریع نگستازی. صدای زامبیشون کم شد. اینا تمام مدت اینجا بودن. اینجا رو ترک بکنیم. خب حالا خب حاجی فیش اینجا نیست و زامبی بود که روز کشتتش. سریعتر باید اینجا بریم. خب بچه ها اینجا هیچ خبری نیست. اجازه ما یکم چوبم بکنیم. چوب لازمه. اگر ما ویلیج پیدا کنیم یعنی آیرون من پیدا کردیم. به صدای اسکلتونه. اسکلتون داره میسوزه. ما داریم اینجا میگردیم. ویلیجرها بکنم توی محدوده رودخونه ها پیدا میشن. واسه این ما از رودخونه میریم جلوتر. خیلی خب سریع باید بریم سمت ویلیجر. بذار ببینم ویلیجر کجا میتونه باشه. ویلیجرش کامل نیست. او سلام. ممنونم که خودتو بهم نشون دادی. ایکس پیت هم بهم بده. دست در. آها دوت. خیلی خوب داریم میریم جلو. چی گوشتم هم هست و سریعتر عجله کنم. بیاین آماده کنیم سریع. یه ذره از این آتش کلا بذاریم.
تا این آماده میشه ما بریم اینجا. هر چیزی خاصی نیست، نه چیز خاصی نیست. دوتا منتظریم بچه ها تا این آماده بشه. این آماده بشه. خیلی اینا کامل شد. اینم همینطور. اینم بپوسونیم. دست فعلا ویلیجر پیدا نکردیم. بتونیم ماهی بکشیم. بزنیم نه میتونیم ما. من مصره ندارم. از اجند ایزی استفاده کردیم. ها نورمال بود چی میشد؟ درست نورمال همون جوریه، ولی خب دوست دارم بچر همه چیز آسون باشه. نیاز نیست به اینقدر سخت باشه. اوه یه گاو. چند تا گاو. یه گربه. اوه این گربه نبود، این ببر و پلنگ بود. بودو اوه کی بود؟ اینا کی بودن؟ ووهو این با چه سرعت دل و جرعه ای رفتن. خب یه طرف ولشون کن. اینا مثل جگوار میان حمله میکنن. آجی من اینا ندیدم ما با بیان روی اینا اضافه کنن. بگنم میان طرف من. خوبه من 6 تا گوشت. این چه؟ یه گوشت دیگه با مرد. خوبه. اینجا لاواه. لاواه اینجا چکار داره؟ کنم بخش اینجا ندرایتی هم باشه. نمیدونم. حاجی ما هنوز ویلیج. اینا کدو. ویلیج باید اینجا باشه. این کدو علکی نمیگم. حاجی این کدو علکی نمیگه. ویلیج یعنی اینجاست. ببینم ویلیج کدوم طرفه. این پایین نیست. نه این طرفه نیست. فکر کنم شما دیدینش. اگه دیدینش حتما توی کامنت بهم بگین. ممکنه اشتباه کنم. اگه اشتباه کردم دیگه مجبوریم ویلیج رو ترک کردیم دیگه. چیه؟ چیزی دیدم بسا کم بیام بالا. زوم نمیتونم بکنم. نه زوم نمیتونم. نه خبری از ویلیج نیست. اوه چه زود شمشیرم داشت. شمشیرم رفت. اشکال نداره ما نمیمیریم. بکن توی جوون مردی باید بری جلو. اوه بچه ها ببین جا چه جوریه. دنیای خیلی قشنگه. ولی در واقع دنیای ماینکرافت قدیمی که من تو موبایل بازی میکردم همون جوری بود، ولی خب این یکم نوستالژیک تر و انگار سفیر مایتون. انگار خودت داری بازی میکنی. درسته وی آر هم هست اما این انگار یه چیز دیگه است. بریم جلوتر ببینیم چه خبره. اوه اینجا یکم زغاله. 2 تا زغاله. اینجا که زنبوروه. واجی فکر کنم اینجا ویلیجه. یه خونه ویلیجی بود. اوه گاوای چه موبای گاوی هن هستن. اینا گاون.
نفهمن. ترسیدم بابا، فکر کنم گاو میشم میان طرفم میکشم. خوبه یکم روش ازشون گرفتم. چه مرگ گوز کردی؟ بلش کن مهم نیست، بذارم این موقع خیلی خوب. اوجی خوبه. ویلیج پیدا شد دیگه. اوه ندرایته، من توش طلا هم باید باشه. ای جاجی ببین چه بولتیات هم میرم پایین، دمیج بدونی که جمیج بخورم، بولی کلا بدونی که کلاج بزنم. واه خیلی خب داریم این طرف سمت بودای ندرایت. ببین اینجا چه خبره. اول حواسمون به اینا باشه، اینا سوزوندنیه مخصوصا. چست ندارم اینا خوجی، نزدیکی بود برم تو لابا. چست وای شمشیر، این فایربال اینا به درد میخوره. حاجی فندک، حاجی اینجا چست دیگه نداره. ای سوخته، وای سوخته حاجی. ولی نه زنده حاجی، من زنده. کندوی اصله خیلی مهم نیست. ما داره فعلا بازه. حاجی داره شب میشه، قبل از اینکه شب نشده باید یالا زود باش. برو بدو. دارم میرم بچه، دارم میرم. خوب. چی حاجی ویلیج هم پیدا نمیشه. ای بابا حاجی بهش کن فعلا. بذار ما یه دونه از اینا بزنیم بکن بخوابیم. بدمون گرفتیم بریم. حاجی یه دونه ویلیج هم پیدا نشد حاجی. چی لاوا داره میریزه؟ آره لاوا داره میریزه. حاجی این بخش سیاسیش بوده دیگه. اوه الان همه فکر میکنن ترسان. خب اسکولا اگه ترسو بودم که همین الان اینجوری نبودم، میرفت بودم میجنگیدم. اما زره ندارم، میرفت زره دارم میرم جلو. میتونم اون بکشم. میتونم. ای بله اومد پایین. ماهی گرفتیم. غذای ما فکر کنم ماهی باشه. حاجی رفتیم تو خشکی، بریم جلوتر، بریم سمت ماجراجویی. چیه اونجا؟ جان درخت. بسو بریم یکم جلوتر. انگار خطرات حسی در کمین است که میخواد ما رو بکشد. خوبه؟ ما از چوب رد میشویم، میرویم جلو. نیاز به بد ندارم، همون گوشه شد. ممنون. دود آجی دود ممنونم که دوتا بهم دادی. بچه‌شی اشکال نداره، بهت نمیدمش. یه علاقه باباش بکشمش. یکم بریم جلوتر که میشه 5.
حاجی هنوزم هیچ خبری از ویلیج نیست. ویلیجرها توی این محدودن دیگه. آره که تو خوش سالی فکر کنم، نمیدونم، بعضی موقع تو بیابونا هم پیدا میشن. فعلا ما به ماجراجوییمون ادامه میدیم تا میرسیم جلو. خوبه یالا خوبه یالا خوبه. آجی فکر کنم به ویلیج رسیدیم. این سازش عجیبه. چیه؟ ویلیج آجی، ویلیج پیدا کردم. اگه درست باشه فکر کنم ویلیجه. نه 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 نه، خونه جادوگره. خونه جادوگر. بس سریعتر ازش فرار کنم. خونه جادوگره. جادوگر. من یه لیست فیت بکنم. موقعی تا داشتن میزد میام اینجا بذارم بدم ها. اینجا ریسپام کنم. بذار در خودم آماده کنم که اگه میخواستم بزنم با جون دل برم بجنگم. یه چند تا هزینه میسازیم. چرا؟ چون اگر خواستم ببینم در شمشیر داشته باشم. خب چست فلیتت هم میذارم. نه نیاز نیست برش کنم. حداقل ما میبینیم. برو جلو. حمله. هیچی نداره. جادوگری کجاست؟ اوه حالا بسیار منزی. حاجی دارم میبینم. نمیر. حاجی نزدیک بود بمیرم. تو اینجا چی میگم داری؟ فقط تیبل. همین. این همه ما خودمونو کشتیم. آخرش این بلا سرم. خودی یه گلبول قلب قرمزش گرفتیم. حاجی الان فکر میکنین چرا من از زره طلا استفاده نکردم؟ چون بعدم به دردم میخواد. چی بود؟ گربه؟ آره گربه است. میاو نمیگه. حاجی اینو پر درد سرم. مثل نردیده بودم فکر کنم. آره اینا مثل نردمون عمل میکنم. خبش کنم. این کار مثل نسل‌های اولیه است. خب بباش اگه نسل‌های اولیه بودم یه استیو لباس تنش نبود. لخ بودیم. آجی یعنی اینجا هیچ ویلیجی پیدا نمیشه. یعنی من اینجا همینجا ویدیو رو این همه ما خودمون رو دور زدیم. چجوری فهمیدم؟ اینا پورت ندر بود. بدو آجی 30 دقیقه شد. حداقل بیا یه کاری کنیم قبل از اینکه خداحافظی کنیم. او این کلاج میخواد. معلومه این کلاج میخواد که نداریم. اینجوری میگیم. آجی خیلی گوشنمه. این یارو سگ زد منو. با بچه ها بذار ببینیم دنیا چجوریه و چجوری انجام میشه. هنوز هیچ
منتظریم پخت و پس شه. اینا بس بابا بیرون بیرون. خب غذا رو میخوریم سریع بچه‌ها تا الان وقتمون خیلی داره بیشتر میشه. ما سریعتر خونه رو میسازیم. چجوری بهتون میگم، اینا رو برمیداریم یه حدود بلاک انقدری همینقدر خوبه. اینجوری اینجوری میذاریم اینجوری بلاک اصلا نداریم که بذاریم حاجی. ها نه چوب درخت داریم، خوبه چوب درخت داریم. اینجوری پس سریعتر این کارها را زود به زود انجام. حاجی چوبا تموم شد. اینا را انجام بدیم. وقت داره خیلی میگذره واسه که عجله کن. حاجی هم داره شب میشه هم وقت اونطوری بیشتر میشه. حاجی 1 2 3 تا اینجا بلاک چیزی بذار حداقل که من از بلاک پشم استفاده کنم. با بلاک نمیخواد بلاک نمیخواد همینات خوب. خیلی خوب ما روز میکنیم که هیچ اتفاقی واسه همون نیفته. خب این هم هست. حالا یه کرافتی تیبلمون رو میذاریم. این هم میذاریم کرافتی تیبل. این هم هست. این رو درست کنم. خب بچه حتما ویدیو لایک کنید، چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید که ویدیو جدید میذارم که ممکنه دامه بدم. بچه امروز قراره که همینجوری شاد و پر انرژی خفن توی پارت بعدی میمونی. به قول تکنوبلک هرگز نمیمیریم و هرگز نخواهیم مرد. خدا نگهدار.